صنعت طبق و طبقسازی یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک به حساب می رود. طبق تراشی یکی از هنرهای سنتی تاجیکان است که به ساختن طبق، کفلیز و قاشق و دیگر ظرفهای چوبی مربوط می باشد. هنرمندی که ایجادش توسط چاره‌بینی‌های فرهنگی معمول و مشهور گردیده است، ساکن دهه قمسنگیر سیدبگ مشربوف می باشد. هر یک کارنده ذوق به ذوق کار کردن نمی شود. چون که دیده ایستید هر یک کار مثالی گپ طبقچه باشه یا قاشقچه باشه یا دیتور باشه یا گوارچه یا صندوقچه که ساز کردی، همین ای کاری خود ذوق میبری، با الهام میبری، گویا که ذوق بسیارتر میشود. چاره‌بینی میشه، میره میبینی، خریداران یا سیاحان میآیند میبینن، ذوق پیدا میشود، گویا که الهام زیادتر میشود، ذوق پیدا میکنه و کار میکنه. طبق‌ها از جهت ساخت و اندازه گوناگون بوده، کلان و خرد، پهن یا چقور میشوند. بازیافت‌های باستانشناسان ثابت مینمایند که انواع گوناگون طبق، خصوصا طبق چوبی و سفالی، هنوز از زمانهای قدیم معمول بودند. هنر طبق تراشی تنها به طبق چوبین تعلق دارد. ما مینداری خود را بیان میکنیم که بر هنرمندان چنین شرایط داد است که با ذوق کلان کار کرده از همین حساب زندگی ما پیش میبریم. حجم کلان طبق ما تا 1.5 متر ما ساز کردگیم. اگر محصولات باشه ما میتونیم تا 2 متر ساز کنیم. محصولات دست ما را از روسیه، ازبکستان، خیتای، عربستان سعودی، افغانستان، هر جاها سیاح‌ها بسیار میبرند. برای طبق تراشی بیشتر چوب‌های چهارمغز، زردآلو، چینار، زربین استفاده می‌شوند. استادها چوبی درختی را انتخاب می‌نمایند که در آن جایها شمال کمتر وزد. درختانی که در دره‌ها رویده‌اند شمال آنها را کمتر جنبانیده است و چوبی آنها ملایم میباشد. در طبق‌ها بیشتر طعام‌های ملی می‌خورند، مثلا شکرک، قرطاب، فطیرمسکه و غیره. استعمال طعام در طبق چوبین گویا بالذت‌تر می‌شود و این طعام‌ها را تاجیکان با دست استعمال می‌کنند. چون که دیده ایست در درون این طعام میگیری، در گیردش میتونه که هر خیل نمود سالاد، پیاز یا پمیدور یا چیزی نباشد میتونه که بگیری. اینش هم باشد چون که دیده ایست در درونش طعام در مابینش در طبقچه معده‌اش میتونیم که یگان کرچکه یا گوشت یا سالاد یا چیزی نباشد میتونیم که گیریم.